دیگه با این دلار 130 تومانی آدم مجبوره یه سری کارا رو خودش انجام بده. خب اینی که تو تصویر می‌بینین یه شکلات نوتلا نیست، یه دوربین چرخونه که من مجبور شدم دیگه با این قیمتای عجیب غریب دوربینای چرخون توی بازار خودم درستش کنم. حالا جالب اینجاست که چون خودم برنامه‌نویسیشو کردم، وصلش کردم به تلگرام و همونطور که می‌بینی خودش حالا بر اساس شرایط مختلف کردم موشنه، یعنی موشن دیتک کرده، عکس میفرسته به تلگرام و میتونم با کامندایی که بهش میدم کنترلش کنم. مثلا الان بهش گفتم لیست کامندا رو بده، مثلا فرض کنید الان میگم که دوربین بیاد حرکت کنه به سمت سنتر و میگم 90 درجهش کرد، و مثلا فرض کنیم میگم که الان یه کپچر هم بکن که این عکسو میندازه و برای من میفرسته. این عکس بالایی بر اساس موشن بود، این عکس پایینی عکسی که الان اینا، و به راحتی من میتونم دوربین رو کنترل کنم. برای شروع کردن نیاز نیست مثلا پرینتر بودی و این داستانا. این الان من با خلال لندون و یه قوطی خالی و یه سرو موتور و یه ESP32 کم ارزون، یعنی کل این دوربین الان 1.5 میلیون کمتر شده. خب کلش رو من با این 1.5 میلیون درست کردم، در صورتی که دوربینای مشابه حالا بدون قابلیت برنامه‌نویسی و نمیدونم این داستانا حداقل دیگه واسه دوربین چرخون باید 3-4 تومن پول میدادم، تازه حالا جدا از شبکه و نمیدونم VPN اختصاصی و این داستاناش.